انقلاب امریکا. وقتی که ما به تاریخ نظر می افکنیم می بینیم که در تاریخ انقلاب های بزرگ و خود به وقوع پیوستند. امروز می خواهیم از داخل آنها انقلاب موفق را بیرون کنیم. موفق ترین انقلاب گفته ما آن انقلابی را در نظر نداریم که غلبه کرده است. آن انقلابی را در نظر داریم که برای کشور منفعت آور بود. اگر ما انقلاب فرانسه را مثال آریم، انقلاب فرانسه کلیسا را از دولت جدا کرد. انقلاب اکتبر باشد، البته انقلاب بزرگ بود، زیرا می‌خواستند ساخت کمونیستی را پیاده کنند، اما آن آینده دور و دراز نداشت. بسیاری از مورخان بر آن نظرند که موفق ترین انقلاب در تاریخ این انقلاب امریکاست، نه انقلاب های دیگر. اگر ما کمی به قفا نگریم، شناسایی با قبیله های کهنه و سرزمین امریکا از آخر عصر 15 آغاز می شود. خبری کشف امریکا به اروپا می رسد و اروپایی ها برای جمع‌آوری ثروت به این سرزمین می آیند. مثلا اسپانی ها از مکزیک سر کرده تا جنوب ارژانتین همه را غارت می کنند. مثلا پرتغالی ها غرب امریکا و فرانسوی ها شمال امریکا را گرفته بودند. البته ما قطعه امریکا را در نظر داریم. درباره انگلیس ها نگفتیم. انگلیس ها هم شرق امریکا را می گیرند. خبری ثروتمندی امریکا به دیگر کشورها هم می رسد. مثلا هلندی ها و آلمانی ها و دیگر خلق ها به امریکا می آیند. انگلیس ها در امریکا کارخانه های بزرگ ساختند. البته برای کارخانه ها کارگر لازم است. آنها گفتند از افریقا می آریم، برده های ارزان، مفت. البته از افریقا تا درجه برده آوردند که در قرن 16 امریکای شمالی و جنوبی را، یعنی 20% اهالی این منطقه را برده های افریقایی تشکیل می دادند. انگلیس ها بهترین شهر را در امریکا با نام جیمز تاون می سازند. در منطقه های اشغالی خود انگلیا با فرانسوی ها درگیر می شود و با عذاب های زیاد پیروز هم می شود. تا سال 1765 اندازگیری ها از این سرزمین های اشغالی زیاد می شود و مردم به هم می آیند، می اندیشند تا انقلاب کنند. البته این زمینه های آن است، آن انقلاب. مردمانی به هم آمده چنین اندیشیدند که مال هایی که از انگلیا می آید نخرند، کاری کنند انگلیس ها را بیرون کنند. البته حکمران هایی که از انگلیا آمده بودند و به سر آنها حکومت می‌کردند. سال 1773 که چای انگلیس ها را امریکایی ها به بحر می ریزند، این آغاز انقلاب در تاریخ انقلاب امریکا می شود. امریکایی ها به شاه انگلیس نامه می نویسند که در آن آمده بود
با عرض احترام ما می‌خواهیم مستقل باشیم. اما انگلیس ها این را نمی‌خواستند. همین طور با راهبری گنرال شناخته جورج واشنگتن در سال 1776 امریکا طی یک انقلاب از انگلیا آزاد می شود. سال 1783 انگلیس ها مجبور شدند تا استقلال ایالات متحده آمریکا را به رسمیت بشناسند. امریکایی ها در سال 1792 پول خود را می سازند، یعنی دلار را.